سلام، خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوب من در خدمتتون هستم با مواردی که میبینم توی مراجعه کننده های به خودم چقدر زیاد هست و چند وقته که تصمیم گرفتم که این موارد رو به اشتراک بذارم و این کمکی باشه برای عزیزانی که درگیر این مسائل هستن. ما کارمون رو با 4 تا تایتل شروع میکنیم که اول ما باید بدونیم که تعریف خواب و همون در واقع خواب نرمال چیه. شاید بعضیامون اشتباه فکر کنیم که خواب نرمال چیه. وقتی که بدونیم باید منتظر چه چیزی باشیم در هیته خواب نرمال، احتمال خیلی بیشتری داره که تلاشمون طبق الگوی خاصی و به نتیجه رسان باشه به قول معروف. توی قسمت دوم میخوام از فیزیولوژی خواب بگم و توی قسمت سوم علتهایی رو میخوام بگم که خواب رو تحت شعاع قرار میده و توی قسمت چهارم درمانها رو میگم و یه درمان گیاهی رو میگم که طبق اصول طبی به ما نشون داده شده که اثرگذاری خودشو داره. خب بریم سراغ تعریف خواب نرمال. خواب نرمال یه خوابیه که بین 6 تا 8 ساعته. نکته‌ای که داره اینه که اولا فوری نیست، ممکنه فوری نباشه. این نوسانش هم باید دقت داشته باشین که یعنی خواب نوسانیه. علاوه بر اون سن توی اون اثر داره، یعنی اگه شما سن مثلا بالا باشه یا اینکه یالا جوان باشی خوابت فرق میکنه. خیلی خلاصه و کم بخوام بگم اونه که جوانترن دیر به خواب میرن، دیرتر به خواب میرن. اونایی که سنشون بالاتره زودتر بیدار میشن. توی این خواب خیلی چیزا اثر داره. یعنی شما از مثلا یه سری بیماری های خاص یا یه سری بیماری های مثلا به شکل دردهای مزمن رو تجربه میکنن در نظر بگیرین تا عرض به خدمتتون حتی شام شب هم توی این اثر داره که کی باشه، یا طریقه ورزش توی شب. یا مثلا ورزش سنگین باشه توی شب ممکنه که خواب تحت شعاع قرار بده. بریم سراغ قسمت دوم بحثمون و برام مهمه این قسمت به خاطر اینکه ما با توجه به این که تو شرح حال هر چیزی متوجه میشیم که مثلا کدوم بخش از خوابشون ایراد داره، خوابشون سبکی یا سنگینه، رویا میبینن یا نمیبینن، توی به خواب رفتنشون مشکل دارن یا نه و موارد دیگه. میتونیم یه سری حدسایی بزنیم که مشکل ما دقیقا کجاست، یعنی و درمانمون طبیعتا باید کجا قرار بگیره. هرچند شرایط توی ایتای دیگه قطعا روشن تر میکنه قضیه رو. خواب کلا 4 تا مرحله داره به علاوه یه خواب متناقض یا همون رم. توی قسمت رم ما یه سری فعل و انفعالات متناقض داریم توی دما، توی تنفس و اصلا جریان خون مغز و غیره. اصلا کلا لفظ متناقض رو برای این آوردن. مسئله که اینجا داریم اینه که قسمت 1 و 2 خواب با 3 و 4 یعنی هر کدوم جفت جفت با هم دیگه خیلی نزدیکن و در ادامه میخوام که باقی مطالب خدمتتون عرض بکنم. دوسته گل مرحله 1 و 2 از این جهت مهمه که اولا تقریبا بیشترین قسمت خواب ما رو شامل میشه و اینجا خواب سبکتریه، به همین شخص راحت تر بلند میشه از خواب. و در ادامه اینه که خواب رم و مرحله 3 و 4 اتفاق میفته. اصولا مشکلاتی که اینجا هست توی وروده، یعنی اون قسمتی که مرحله 1 ورود مرحله 1 یعنی وارد خواب شدن، اینجا خیلی از اوقات برای ما مسئله است که توی شرح حال به ما میگن. در مورد خواب رم هم که بهتون گفتم یه سری اتفاقای متناقضی اینجا ممکنه بیفته. مثلا شما فکر بکنید که دما، تنفس، ضربان قلب، حتی جریان خون مغز میتونه توی این متفاوت باشه. این تا حدودی میتونه حتی بهمون نشون بده که ما چرا مثلا بعضی که مثلا مشکل تنفسی دارن بهتره که مثلا مشکل تنفسیشون رو مرتفع بکنیم که برای خوابشون راحت تر باشه. این مرحله که اصولا توش رویا هم اتفاق میفته. خب بریم سراغ مرحله 3 و 4. این مرحله دوست داشتنی که خیلی واقعا تلاش میکنن که واردش بشن. این مرحله همون مرحله‌ای که تحت عنوان خواب عمیق تجربه میشه. توی این مرحله ما حتی یه سری چیزایی تو بدنمون ترشح میشه که ایمنیزای بدنمون ببره بالاتر. خب و نکته‌ای که هست، مواردی که اینجا اثر میتونه داشته باشه کورتیزول و یه عاملی هست به نام اینترلوکین 6. و این عامل کورتیزول در واقع نشون میده که مثلا موارد اضطرابی، یعنی شاید نشون بده که موارد اضطرابی حداقل چشمون رو به اون سمت میگردونه که میتونه باعث بشه مرحله 3 و 4 یه مقداری خوب اتفاق نیفته. بچه تا اینجاش اصلا سخت بود براتون؟ فکر نمی‌کنم خیلی سخت بوده باشه
اینجاشو یک مقدار توجه بکنین. ما کلا من در مورد علتاش گفتم، ولی یه سری چیزا هست توش که اشاره بهشون نکردم. علت برامون خیلی مهمه، به خاطر اینکه بر اساس اون علت هم که خواب تحت تاثیر قرار میده ما میتونیم خواب رو منیج بکنیم. فرضاً یه سری از موارد هستن که یه بیماری خاصی که خودشون خواب رو تحت تاثیر قرار میدن، ما اگه اون رو برطرف کنیم خوابم بهتر میشه. توی مواردی که اشاره کردم، حالا همه رو با هم میگم. مثلا خود موارد تنفسی میتونه باعث بشه که اختلال توی خواب باشه و جزو مهمترین قسمت هاست، یعنی همون آپنه خواب به عبارت خور و پف کردن. و موارد دیگه که میتونه خواب رو تحت شعاع قرار بده هم اضطراب افسردگی، مواد روحی روانی. یعنی اگه کسی اول به من مراجعه بکنه، من این دوتا رو توی ذهنم حتما مد نظر قرار میدم. موارد دیگه ای که اینجا هست دردای کنترل نشده است که این خب طبیعتا میتونه خواب تحت شعاع قرار بده. وقتی یک کسی که درد داشته باشه طبیعتا خوابش تحت شعاع هست و طبیعتا به ضمن اون بیماری‌های جسمانی هستن که همچین اتفاق ممکنه برای شخص بیفته. و موارد دیگه ای که حالا واردش خود شاخص بیماری بخوایم نشیم، خود چاقی، حاملگی، قاعدگی، خب اینا هستن که میتونن خواب تحت تاثیر قرار بدن. یه چیزی هست که حتما همتون هم میشناسید، خود ADHD. و یه عده کارشون اینه که مدام مسافرت کردن ها، به خاطر اینکه زمانها عوض میشه هم میتونه که خوابو تحت شعاع قرار بده که باید این تو ذهنمون باشه. بعضی از داروها هم هستن که میتونن مثلا قبل از اینکه وارد خواب بشن یا استفاده بشه خوابو تحت تاثیر قرار بدن. و گفتم یکی از عوامل مهم هم بیماری‌های روحی روانی هست که باید در نظر داشت. خیلی خوب، حالا اینکه موارد بهتون گفتم، الان اینجا دیگه کارمون راحته، چون میدونیم که باید از خودمون بپرسیم که توی کدوم بخش از خواب مشکل داریم. آیا رویا میبینیم؟ خوابمون سبکه یا سنگینه؟ یه سری از علت‌ها رو باید همیشه در نظر داشته باشیم که اونا هم باید توی ذهنمون باشه. گفتم سن هم اینجا مهمه. خب و همیشه چیزی که برامون مهم هست حاملگی و شیردهی هست، چون که یه سری داروهایی که ما می‌خوایم بدیم روی بچه‌ها اثر دارد یا ندارد. خب الان همه اینا رو باید بذاریم کنار هم دیگه و بعد به این سوال جواب بدیم که درمان باید به چه شکل باشه. دوستای عزیزم، فارغ از همه مواردی که وجود داره، ما باید یه سری آموزش‌های لازم برای خواب انجام بدیم. یه سری از این موارد که طبیعتا همون تعریف خواب نرمال که باید اول شخص توجیه بشه که همچین موضوعی هست که خواب نرمال به این شکله. بعد آموزش خواب که به چه شکل باید باشه. خب من بهتون میگم بعد یعنی به چه چیزایی توجه بکنید. برای ما محیط مهمه، بی سر و صدا باشه، تاریک، یه محیط راحتی باشه و توصیه میشه که خواب تا جایی که ممکنه منظم باشه. یه سری اصلا خب کارشون شبونه است، خب اونا فرق میکنه. اگه شد توی کلیپ جداگانه در مورد اونا من صحبت میکنم. و باید قبل از خواب یه سری مواد محرک اصلا که استفادهشون، مثلا خب کافئین و چای هست که باید حواسمون به این موضوع باشه. مسئله دیگه ای که اینجا اهمیت داره، میگن تا جایی که میشه مثلا اگه تختتون برای خوابه مثلا روش درس و اینا دیگه نخونید. خب و یعنی فقط اونجا مختص خوابیدن باشه. مسئله دیگه ای که باید بهش توجه بکنید، اگر میبینید که نمیتونید بخوابید یا بیقراری دارید چی کار میکنید شما؟ خب این جواب داره، این تپ برای این سوال جواب داره. میگه که یعنی توصیه میکنن که اگر همچین حالتایی شدین بلند شید یه مقدار حرکات کششی انجام بدین مدت چند دقیقه و بعد دوباره بیاید وارد رخت خواب بشید تا بهتر خوابتون ببره. و موارد دیگه هم که اینجا مثلا بهتره که یعنی اشاره هم کردم بهشون، یکی اولا کارهای فیلم‌های هیجان انگیز، شام شب نباید خیلی دیر باشه نزدیک به خواب باشه، ورزش سنگین نباید خیلی نزدیک به خواب باشه. یه نکته کلیدی هم میخوام بهتون بگم، اونایی که بعضی وقتا پیش میاد آدم نمیتونه بخوابه، خب اونا که خوابشون نرماله، مثلا 2-3 ساعت خوابیدن توی شب، اونا که خوابشون نرماله یعنی همیشه نرمال بوده، دیگه تو طول روز اون یعنی همون روزی که قراره بیاد دیگه نمیخوابن، وای مثلا تمام ساعت خوابشون برسه و دوباره بعد بخوابن. هرچند میگن اگه مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه اینجا یه چرت کمی هم مثلا آدم بزنه اشکالی نداره، ولی توجهتون به این باشه که اگه مثلا شبی خوب نخوابیدید، اگر بتونید نگه دارید دوباره برسید به همون تایمی که قرار بوده بخوابید، اینجوری خوابتون بهتر میشه و همون درست خودش رو باقی میمونه. دوستای عزیزم، بحث درمان دقیقا تو همین هیتایی که بهت گفتم بر اساس این مواردی که گفتم طبقه بندی میشه و تقسیم میشه، ولی من چند تا مورد رو اینجا ذکر میکنم که مطمئنا به رعایتون میخوره. اون آموزش خواب که حتما باید اون سیر خواب باید به همون شکل باشه. ما چند تا قرص داریم، مثلا یکیش ملاتونینه. خب ملاتونین
از خود بدن هم ترشح میشه، فرضاً ساعت 10 شب. خب پس مثلا اگه یه نفر مثلا 10 شب همون قرص بخور، خب وقتی ترشح شده و نشسته اونجایی که باید، یعنی همون گیرنده ها، اثری پس به اون صورت نداره. اما اگه مثلا یک کم قبل ترش بخوره، ساعت 8 9 مثلا هم چیزی، اون وقت این اثرش بیشتره. اصولا ملاتونین برای تنظیم نظم خوابه. خب یه موردی رو من ذکر کردم، گفتم اونایی که مسافرت زیاد مثلا میرن یا مثلا یه جایی میرن که شب و روزشون به هم میریزه، میتونن از ملاتونین استفاده بکنن و اصولا چند روزه مسئله رو براشون حل میکنه. چون به قول معروف یک نظم دهی به خواب میده ملاتونین. دوستای عزیزم، داروی های بعدی هم آنتی هیستامینا هستن که بعد خیلی توجه بشه توی این موضوع، به خاطر اینکه بعضیا وقتی که آنتی هیستامین میخورن فردای همون روز، یعنی وقتی شبش صبح خوابیدن، فردای اون روز هم یه مقدار گیجی تو خودشون دارن و خب مهمه یه سری اصلا خب کاراشون مثلا رانندگی و اینا قرار باشه، خب طبیعتا اثر بخشه براشون، خیلی مهمه. به علاوه اینکه مثلا سن توی تجویز آنتی هیستامین، حالا مادر حامله یا غیره، همه اینا هم اهمیت داره که باید بهش توجه کرد. و نکته دیگه که باید بدونید که آنتی هیستامین در به خواب رفتن کمک میکنه، خب و اون خواب عمیق رو نگه نمیداره. دوستان این داروهای دیگه هم هست تو این دسته، مثلا بنزودیازپین ها و دسته زد و اینا، مثل زولپیدم از این دست، و داروهایی هستن مربوط به ضد افسردگی ها. به طور کلی اگر بخوام بهتون بگم، اینا، من این سه تا دارو خیلی بهتون معرفیشون یعنی انجام نمیدم، به خاطر اینکه این داروها بعد یه بررسی واقعا تخصصی رو شخص باشه، یه سری بیماری های دیگه ای علاوه همه این که من گفتم اون نداشته باشه و بعد از اون به اون داده بشه. چون مثلا توی بیماری‌های مثلا روانی، نه همشون، اینا خوابشون عمیق نیست. ما میتونیم از داروهای ضد افسردگی استفاده بکنیم به شکلی که هم خواب اینا رو عمیق‌تر بکنه و در واقع هم مثلا به خواب رفتنشون رو بهتر بکنه. و نکته‌ای که در مورد بنزودیازپین ها هست اینی که خب حالا جدا از بسیاری مواد که باید تجویز بشه، ولی باید توجه داشت که اینها بعد از مثلا مصرف یه مدت دائم باید دوزشون افزایشی باشه و خب این ایراد داره. و در مورد زولپیتن هم تقریبا به همین نتیجه رسیدن و آرزوام به خدمتتون که اون قولی که الان بهتون دادم که یه ترکیب یه داروی گیاهی هست به نام سنبل تایپ یا تیپ، و که ما یه سری از موارد هستن که مثلا استرابی هستن، ما یه نوروترانسمیتر به نام گابا تو اون موارد هست که اختلال داره. دیدن که سوبل تیپ یا همون تیپ باعث میشه که این گابای افزایش پیدا بکنه. این یه اثر مهاری داره و باعث حالتهای خواب میشه و میتونه به خواب کمک بکنه، که این ترکیب گیاه هست که خدمتتون گفتم. و به طور کلی باید در نظر داشته باشیم توی موارد روانی و استرابی ما حتما به سراغ روان درمانی هم بریم. خب گفتم یه سری از بیماری‌ها باعث اختلال خواب میشن که اگه ما اونا رو حل بکنیم خواب هم بهتر میشه. توی موارد استرابی و حالا بیماریایی که مواد به روان هست، ما باید به سراغ روان درمانی بریم تا بتونیم رو حل بکنیم. اما یه سری از جاها هستن که نه، ما مثلا مشکل تنفسی داریم، مثل آپنه خواب، خب که اونایی که خور و پف میکنن، این موارد باید یک اصلاحی در روند خواب اینا ایجاد بشه. حالا بستگی داره که اون نوع عاملی که باعث آپنه خواب میشه به چه شکلی باشه، اون که برطرف بشه، اون خواب اینا به شکل بهتری در مورد نرمال میشه و حالا عوارض دیگه ای هم که رو این بوده هم برداشته میشه و خیلی به نفعشون هست. پس این شد موضوعی که مربوط به روان هست و موضوعات مربوط به تنفسی که بعد حتما حواستون به این موضوع ها باشه. یه سری بیماری هستن، بیماری خاص، مثلا بنده خدا دچار دمانس یا پارکینسون هستن که اینا هم اختلال خواب توشون رخ میده. موارد فیزیولوژیک هم که خدمتتون گفتم، توجه به سن هم اینجا اهمیت داره. و عرض به خدمتتون کنم که خیلی خوشحال شدم و خوشبخت هستم که تونستم این اطلاعات در اختیار شما بذارم. از ته قلبم امیدوارم که به دردتون بخوره و امیدوارم که هیچ کس لازم نباشه که دردی رو تجربه بکنه و تن همتون سلامت باشه.